گل معتاد میکنه یا نه؟ بله درست شنیدید. گل، حشیش یا ماریجوانا. بستگی داره کدوم قسمت از این گیاه مورد استفاده قرار بگیره، اسامی مختلف داره و عوارض متفاوتی ایجاد. پس میگن گیاهی نه تنها ضرر نداره، با مصرفش ذهنشون هم بهتر کار میکنه. با این حرفای بی اساس مصرف گل متاسفانه روز به روز بین دانشجوها، خانواده‌ها بیشتر شده و به صورت یک تفریح عادی استفاده. حشیش رو سیستم پاداش و لذت مغز تاثیر میذاره و متاسفانه دروازه‌ای میشه برای مصرف مواد مضر. مصرف گل باعث سردرگمی، پارانویا و اسکیزوفرنی میشه. در واقع کسی که گل مصرف میکنه تبدیل میشه به یه آدمی که دائما وحشت زده است، ترس‌های بیمورد داره و شک و سوء ظن مثل خوره به ذهن و روانش افتاده. این ماده مثل تمام مواد دیگه عوارض کوتاه مدت و بلند مدت، عوارض جسمی و روانی داره. از کجا بفهمیم یکی گل مصرف میکنه؟ بهترین راه تشخیص کیت‌های آزمایشی هستند که تو آزمایشگاه‌ها یا کلینیک‌های معتبر ترک اعتیاد دارن. ولی یه علائم ظاهری هست که تو بیشتر این افراد مصرف کننده مشهوده، مثل پرخوری، سرمستی‌های بیمورد، شادی‌هایی که الان هیچ دلیلی نداره برای این مقدار شادی و بدخوابی، رفتارهای نامتعادل. پرخونی چشم هم یه علامت و شاخصه خیلی مهمیه. البته هر کس که چشش قرمزه دلیل نمیشه که حشیش مصرف کرده باشه. چقدر خوبه که با بالا بردن اطلاعات و شناختمون فرد مؤثری برای اطرافیان و جامعه باشیم. براتون آرزوی تندرستی، شادکامی و آگاهی دارم.